یه روز یه نفر روزای آخر عمرش سپری میکرد. به بچه‌هاش گفت بیاین میخوام وصیت کنم. وکیلش و خانومش اومدن نشستن اونجا. به وکیله گفت بنویس 10 میلیون از فلانی طلبکارم، 50 میلیون از فلانی طلبکارم. زنش گفت که به به چه شوهر باهوشی دارم، حتی آخرین لحظه هم هوشیاره. گفت حالا صادقانه بگم 200 میلیونم به یکی بدهکارم. زنش به وکیله گفت که آقای وکیل به حرفای این گوش نده، این دیوونه شده. این چی میگه؟ این دیگه آخره اون بشه دیوونه شده. روزگارم همینطوریه رفیق. هر جا به نفعشون صحبت کنی میگن عجب آدم عاقلی است، عجب آدم باشعوری است. یه جا که به ضررشون شد میگن دیوونه شده. دیوونگی بعضیا به خاطر صداقت زیادشون، وگرنه خیلی هم عاقل.